5 килограмм و اکنون شکرمحمد میرمحمدов پهلوانی تاجیکستانی را میبینیم که با یک تک سفید اندر میدان میشود و رقیب او باشد از کشور تایلند است. یه آن کناتی شکرمحمد میرمحمدов در دو رقابت قبلیش توانست که خوب هنرنمایی کند و نکنه یک قدم دیگر برای راه یافتن به مرحله نیمه‌نهایی باقی مانده است برای این پهلوانی سنگین وزن ما. خوبرد را دوار به مرکزی گلیم دعوت میکند. دوار ازبکستانی چاریف و صدا میکند که گیرید. خوب شکرمحمد میرمحمدov با یک تک سفید است از تاجیکستان. یه آن کناتیپ از تایلند با یک تکی سبز اولین رسیشو از جانب شکرمحمد میرمحمدov حالا که درونه را میخواهد استفاده کند از پس گریبان داشتن بسیار موافق است برای پهلوانی ما. تمام موقعیت را برای پرتاب کردن باید پیدا کند. تایپی هم خیلی مستحکم داشته است اینجا از کمربندی شکرمحمد میرمحمدov. و اینجا دوار هم اشاره میکند که باید کشین گیرند، سرعت رو بلند کنند هر دو این پهلوانان. البته راه یافتن به مرحله نیمه‌نهایی رقابت بسیار دشوار خواهد شد. داشتن به آن کناتیپ اینجا شکرمحمد رو میخواهد نزدیک کند به خود. این رقیب اکنون نسبت به دو رقیب گذشته برای شکرمحمد میرمحمدov رقیبی البته سهل و ساده نیست و چون میبینیم اون نیز فشار میارد خیلی مستحکم داشته از گریبان و برای پهلوان ما فرصتی اجرای اصول نمیدهد. بسیار هم شانسی خوب است برای شکرمحمد میرمحمدov که با مرحله نیمه‌نهایی رود و مبارزه را ادامه دهد برای مدال های اولین چمپیونات جهان در رشته گشتینگیری و تواند که در قطار بهترین ها در نخستین این مسابقات با شکوه اسم خود را ثبت کند. ولی چنین به نظر می رسد که حریفش از تایلند یه آن کناتیپ تجربه دار یا پرقوت می نماید. با دو دست از پس گریبان داشته است از پهلوان ما
аз сабаби оне ки маълум аст вазни ӯ гаронтар аст, барои Шакар Муҳаммад иҷрои усул душвор мешавад. мо дар як мавридам албатта ҳарф назадем, бинандаи азиз, ки нахустин рамзи чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ бабри барфӣ интихоб гардид, ки ин ҳам муаррифии ҳайвоноти нодири кишвари азизамон ба шумор меравад. خب وقتی اساسی هم بدون امتیاز بدون آگاهی به انجام میرسد. اکنون بسیار هم لحظه های حساس. شکر محمد میر محمدов اگر تلاش کند که اولین شده امتیازی امتیاز پهلو یا امتیاز بدن را صاحب شود، برای او موافق است تا راه خود را به مرحله نیمه‌نهایی هموار کند. با سری سیفجی یا اصول کمری توجه داشت برای پرتاب کردن شکر محمد میر محمدов، ولی وزن گرانی یه آن کناتیپ با او اجازه نمیدهد. به هر حال فعال است اینجا پهلوانی ما. البته شکر محمد میر محمدов هم یک مدت در رشته گوشتنی جودو هنرنمایی میکرد، در مسابقات زیاد هم شرکت ورزید و اکنون رو آورد به گوشتنی ملی که در گوشتنی کورش هم شرکت میکند در مسابقات سطحی با نفوذ. داور هم اشاره میکند که باید رقابت ادامه یابد. یعنی سرعت رقابت رو بلندتر کنند پهلوانان. آمادگی های شکر محمد میر محمدов هم خیلی خوب بود و امتیازی بدن رو صاحب می شود، برای خود رو به مرحله نیمه نهایی هموار میکند شکر محمد میر محمدов. همین حرکت اخیری که داشت داور امتیازی بدن بها گذاری میکند، اما در تابلو تا کنون ما نمیبینیم. و این حالت دیگر تخفیف کرده می شود. برای حرکتی پهلوانی ما اینجا دیده می شود، حالا که درونه و عدم فشار. اما نه، داور بعد از دیدن این امرهای تکراری قرار را دیگر می کند. اینجا چیزی نیست، باید رقابت ادامه کند. فشار هم بیارد بر حریف، آگاهی حداقل آگاهی گیرد حریف شکر محمد میر محمدov. در این دقیقه های علاوگی آن آگاهی تاثیر رسانیده میتواند. و همین طور آگاهی میگیرد نماینده تایلند یه آن کناتیپ
و این بر سود شکر محمد میر محمدov خواهد بود. اما گویی را ما در تابلو نمیبینیم. اشاره میکند که داور پشتین گیرد و همین طور 3 دقیقه علاوه هم پشت سر می شود. شکر محمد میر محمدov در این رقابت پیروزی به دست می‌آورد با آن یک آگاهی که بر حریف داده شد و شکر محمد میر محمدov روی خود را به مرحله نیمه نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم هموار میکند. واقعا خیلی دشوار بود برای شکر محمد میر محمدov این حریفش و بالاخره توانست که او را شکست بدهد.